تصور کن یک روز صبح بیدار بشی و بفهمی صدها میلیون دلار ناپدید شده بدون هیچ رد پایی. سال 1990 در شهر بوستون دو مرد با لباس پلیس وارد موزه معروف ایزابلا استوارت گاردنر میوزیوم شدند. نگهبان‌ها فکر کردند پلیس واقعی هستند، اما اشتباه فکر می‌کردند. دزدها نگهبان‌ها رو دستگیر کردند و به زیرزمین بردند. بعد از آن آروم و بدون عجله 13 اثر هنری فوق‌العاده ارزشمند رو از دیوار جدا کردند. تابلوهایی از رمبرند و یوهانس ورمر. ارزش این آثار امروز بیش از 500 میلیون دلار تخمین زده میشه، اما عجیب‌ترین بخش ماجرا اینجاست. بیش از 3 دهه گذشته FBI پرونده رو بررسی کرده. کارآگاه‌های خصوصی وارد ماجرا شدند. برای پیدا کردن آثار میلیون‌ها دلار جایزه تعیین شد، اما هنوز هیچ کس نمیدونه دقیقاً چه کسی این سرقت رو انجام داد. و مهمتر از همه هیچ کدوم از این آثار تا به امروز پیدا نشد. انگار در یک شب 500 میلیون دلار هنر برای همیشه از روی زمین محو شده باشه. اگه تو جای این کارآگاه پرونده بودی، اولین مظنون چه کسی بود؟